حکومت آدم وحشی میکنه، گاهی دین آدم وحشی میکنه. حالا این دینی ما داریم دین وحشیه، هیچ اهلی هم نیست، هیچ مهربانی محبت. میگه حالا اگه امام زین العابدین رو دیدی بهش سلام کن، محبت کن. اگر گنبد آقا امام حسین دیدی بهش تعظیم کن. اگه ضریح در رفته رو دیدی سجده کن، پول بریز توش. اینا رو میگه. اما ببین که این همه فرض کن گرفتار، گرسنه، بیچاره، فقیر، آبرودار، این همه طلا رو چپوندی به یه مش که چی مثلا ضریح؟ مگه اون ضریح چه اشکال داره که میخوای یه ضریح دیگه هم ببره؟ آفتاب لگن 7 است، شوم نهار هیچی. اینا رو بده مردم بیچاره مصرف کنن، هم صدای مردم در نیاد، هم یه خورده کمک دین، کمک نظام، کمک انقلاب، کمک مردم بشه. بگن بابا لااقل به ما که یه گونی برنج دادن، حالا یه هفته هیچی نگیم. چه علف شنگی پا میکنن. اینا همش بیهوده‌ایه، اصلا اینا جایز نیست. یه فقیه ماهری نداریم که شهامت داشته باشه بگه اینا حرامه. اینا همه یصدون عن سبیل الله، اینا راه خدا رو میبنده، حرامه. آقا برای چی این طلا رو میمالی به این گنبدا؟ آقا بده مردم بیچاره بخوره. حالا اگه حضرت معصومه گنبدش خشتی باشه ما کمتر احترام میذاریم، حالا بیشتر احترام میکنیم. برمیدارن آقا هم پول جن انسان میمالن به گنبد یا زری. چقدر اینا جرأت بکنه آدم میگه آقا اینا حرامه، معصیته، اینا یصدون عن سبیل الله. یه فقیری بیچاره‌ای که با 1000 تومان میشه کارش را بندازی، شما آخه کی این کارا رو میکنه؟ استعمار این کارا رو میکنه؟ این همه بودجه مملکت که باید بره تو شکم فقرا ضعفا، این همه جوونا، دختر، پسر گرفتار، گرسنه، این کی این فتوا رو میده؟ این چیش ولایته؟ بیدینیه. این همه بودجه ما یک کشور گرفتار محصور. حالا اگه ما بعضمون خوب بود میگفتیم به جهنم، آقا مال خودم نمیخوام، میخوام بذارم بمالم به پشت بون امام حسین. حق نداری بمالی به پشت بون امام حسین. این همه مردم مؤمنین، فقرا، ضعفا، گرسنه، گرفتار، کمدار، ندار، بیچاره، فقیر، آبرودار، جوون، چقدر معصیت میکنن اینکه نمیتونن زن بگیرن. چقدر دخترها برای اینکه جهاز نمیتونن فراهم کنن شوهر نمیکنن، شوهرشون نمیدن، نادانن. آقا این نظورات بده به خود امام حسین. لذا ما سابق میگفتیم، سالیان پیش میگفتیم جایز نیست تو این ذریع‌ها پول ریختن. شما نظر حضرت معصومه کردی دمت گرم، بیبی که نیست که بهش بدن. آقا جون بیبی جان اگه تو بودی چی کار میکردی؟ میدادی من از طرف شما میدم به یه فقیر. نظر اینطوری باید ادا کرد، نباید بریزیم تو این سوراخ سنبه ها، معلوم نیست چی میشه، چی میخوره، کی میبره. آقا امام رضا من نظرت کردم 1000 تومان میخوامم بدم، 1000 تومان. اگه خودت الان بودی چیکارش میکردی؟ میدادی به فقیر. من از طرف شما میدم به فقیر. جایز نیست اصلا پول ریختن تو این سوراخ سنبه ها، چون اینا همش مصرف های فانتزی، الکی و گاهی هم استعماریه. مثل الان